سلام برای بچه، چه خبر؟ حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی بمبه دیگه. توی این ویدیو قراره بریم سراغ خاطرات و ترسناک و داستانهای ترسناک شما. و اگه شما هم خاطرات یا داستانهای ترسناکی دارید میتونید از این آیدی بالا واسم توی تلگرام بفرستید یا زیر کامنت های همین ویدیو واسم کامنت کنید. حتما میبینم و توی ویدیوهای بعدی ازش استفاده میکنم. اگه دوست داشتید کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتید یه کامنت هم واسم بزنید. عشق منید و بی معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. سلام، محسنم، 25 سالمه. اگه اینو میخونید احتمالاً هنوز زندم یا شایدم فقط یه سایه ای از اون چیزی که بودم. نمیدونم از کجا شروع کنم. از اون روزی که اون کتاب رو گرفتم یا از شبی که قصوره برای اولین بار اومد تو خوابم. بذارید از اول بگم، از اونجایی که زندگی من از مسیر عادی خودش خارج شد و افتاد توی ورطه تاریکی و روشنایی، واقعیت و ماورا. همیشه به دنبال چیزی فراتر از دنیای عادی بودم. یه حس درونی بهم میگفت که دنیا فقط این چیزی نیست که با چشمم میبینم. سالها دنبال این حس بودم تا اینکه یه روز توی یه مغازه عتیق فروشی قدیمی تو دل بازار چشمم خورد به یه پیرمرد یهودی. چشماش برق عجیبی داشت، انگار همه تاریخ رو توی خودشون جمع کرده بودن. یه کتاب داشت که جلدش چرمی و کهنه بود و روش هیچ اسمی نوشته نشده بود. یه حس غریبی بهم گفت که این همونه. با اصرار با قیمت گزاف کتابو ازش خریدم. مرد یهودی فقط یه جمله بهم گفت با یه صدای خشدار که هنوز تو گوشمه: این کتاب راهو بهت نشون میده، ولی فقط برای کسایی که جنبشو دارن. کتاب یه دنیای جدید بود، پر از خطوط عجیب، نقشه های نجومی و کلماتی به زبونهایی که هیچ وقت نشنیده بودم. روزها و شبها رو صرف رمزگشایی و یادگیریش کردم. علوم غریبه، طلسم ها، احضارات و چند تا چیز دیگه که الان نمیتونم بگم. ذهنم باز شده بود به ابعادی که قبلا حتی فکرشم نمیکردم. اولین بار که تونستم یه ورد ساده رو عملی کنم قلبم از هیجان تپید. قدرت یه حس مسموم کننده است. آروم آروم خودم رو غرق کردم توی این دانش. چند ماه از این ماجرا گذشته بود. یه شب توی خواب یه موجود اومد سراغم. نه مرد بود و نه زن، یه سایه بلند و کشیده با چشمایی که مثل ستاره های آبی می درخشیدن. یه حس عجیبی بهم دست داد، نه ترس بود و نه آرامش، یه چیزی بینابین اینا. صداش تو سرم پیچید بدون اینکه لبهاش تکون بخورن: من قصورم، تو قابلیتش رو داری، من میخوام تو رو تکمیل کنم. بعد شروع کرد به یاد دادن. از ماورا گفت، از جنها، از ابعاد پنهان، از طلسم‌های باستانی و خطوط عبری که فقط اهلش میتونن بخونن. اطلاعاتی که توی هیچ کتابی پیدا نمیشد. انگار داشت آرشیو کائنات رو توی ذهن من خالی میکرد. بعد یه انگشتر بهم داد، یه انگشتر ساده نقره‌ای با یه نگین سیاه مات. گفت هر وقت اینو لمس کنی من احضار میشم، کمکت میکنم، ولی یادت باشه هر چیزی یه بهایی داره. و بعد غیب شد. از خواب که بیدار شدم انگشتر رو تو دستم دیدم. شوکه شده بودم. این یه رویا نبود، این واقعیت بود. بعد از اون زندگی من کاملا عوض شد. قصوره بهم چیزهایی یاد داده بود که هیچ کس نمیدونست. مردم مشکلات عجیب و غریبی داشتن که هیچ کس نمیتونست حلشون کنه، از دست جن زدگی تا گره های کور توی زندگی. منم با کمک قصوره شروع کردم به حل کردنشون. شهرت من پیچید، از شهرهای دور و نزدیک می اومدن سراغم. البته بهایی هم داشت. هر بار که قصوره رو احضار می کردم یه ذره از خودم، یعنی یه ذره از روحم رو از دست می دادم. احساس می کردم یه بخشایی از وجودم داره خالی میشه، ولی قدرت مستم کرده بود. یکی از اون موارد پرونده خونه بوی دود و خون بود. اونا یه خانواده تقریبا ثروتمند بودن که توی یه خونه قدیمی توی حاشیه شهر زندگی می‌کردن. وقتی اومدن پیشم همشون رنگ پریده و چشم گوش افتاده بودن. زن خانواده شروع کرد به تعریف کردن: آقا محسن، دیگه زندگی نداریم. چند ماه که خونمون بوی دود و خون میده. هر شب صدای جیغ و ناله از دیوارا میاد. بچه‌ها مریض شدن.
شوهرم افسرده شده. هر کاری کردیم، هر دعانویسی، هیچ کس نتونست کاری کنه. میگن جن زده شده، ولی این یه چیز دیگه است. یه چیز خیلی بد. یه حس بدی بهم دست داد. بوی دود و خون. این دیگه طلسم ساده یا جن زدگی عادی نبود. باشون رفتم سمت خونه. از همون لحظه‌ای که وارد کوچه شدیم یه سنگینی عجیبی رو حس کردم. هوای کوچه سنگین و مرده بود. بوی دود و خون، هرچند کم رنگ ولی واضح بود. وارد حیاط که شدیم بوی دود قوی تر شد. انگار یه آتش سوزی بزرگ اینجا اتفاق افتاده بود، ولی هیچ اثری از سوختگی نبود. وارد خونه شدیم. فضای خونه تاریک و دلگیر بود. هر چقدر پنجره ها رو باز می کردیم نور به سختی وارد می شد. بوی خون حالا دیگه خیلی واضح شده بود. یه بوی تهوع آور و شیرین که توی مشام می پیچید. انگشتر رو لمس کردم و قصوره رو احضار کردم. یه لحظه حس کردم تمام انرژی بدنم مکیده شد. قصوره جلوی چشمام ظاهر شد. با اون چشمای آبی خیره کنندش شروع کرد به بررسی. اینجا یه قتل اتفاق افتاده. یه قتل خیلی فجیع. روح مقتول اینجا حبس شده. ولی فقط روح نیست، یه موجود دیگه هم هست. یه موجود خیلی قدیمی و قدرتمند که داره از این انرژی منفی تغذیه میکنه. صدای قصوره تو سرم بود. باید اینو از ریشه حل کنیم. این یه جن عادی نیست، این یه قاروهه. قاروه، این کلمه رو قبلا توی هیچ کتابی نخونده بودم. قصوره بهم یاد داد که قاروه موجوداتی هستند که از انرژی درد و رنج تغذیه میکنن و میتونن روح قربانی هاشون رو حبس کنن. وضعیت خیلی پیچیده شده بود. به صاحب خونه گفتم اینجا یه قتل اتفاق افتاده، یه قتل وحشتناک. مرد با تعجب بهم نگاه کرد. نه آقا محسن، ما این خونه رو از یه خانواده دیگه خریدیم، هیچ وقت همچین چیزی نشنیدیم. بعد قصوره گفت این قتل خیلی وقت پیش اتفاق افتاده، این یه راز دفن شده است. به راهنمایی‌های قصوره شروع کردیم به گشتن. قصوره به یه نقطه‌ای توی زیرزمین اشاره کرد. اونجا یه دیوار کاذب بود. با کمک صاحب خونه دیوار رو خراب کردیم. پشت دیوار یه فضای کوچیک بود و توی اون فضا یه اسکلت انسانی. وای خدا، بوی خون و دود حالا دیگه وحشتناک شده بود. قصوره بهم گفت اینجا محل قتل بوده. این موجود این روح رو اینجا حبس کرده. نوبت به مبارزه با قاروه رسید. قصوره بهم گفت که باید یه سری طلسم ها رو توی یه ساعت خاص و با یه سری ابزار خاص بخونم. وسایل رو آماده کردم. شمع‌های سیاه، بخور خاصی که از گیاه نایاب تهیه شده بود و یه خنجر نقره‌ای که قصوره بهم داد. شب موعود فرا رسید. نیمه شب توی زیرزمین تاریک و نمور. خانواده رو فرستاده بودم بیرون. تنها بودم با قصوره و اون موجود نامرئی. بوی دود و خون خفه کننده بود. انگشتر رو لمس کردم. قصوره ظاهر شد. آماده ای؟ این مبارزه سختیه، ممکنه جونت رو از دست بدی. منم گفتم آمادم. صدا میلرزید. شروع کردم به خوندن طلسم ها. کلمات از لبهام خارج می شدن، هر کدوم مثل یه ضربه. با هر کلمه حس می کردم یه چیزی داره ازم کنده میشه. هوای زیر زمین سنگین تر شد. شمع‌ها با باد نامرئی خاموش می شدن. صدای جیغ و ناله از دیوارها می اومد، بلندتر از همیشه. انگار روح مقتول داشت التماس می کرد. یه لحظه حس کردم یکی داره گلومو فشار میده. نفس کشیدن سخت شد. قصوره بهم اشاره کرد که خنجر رو بردارم و یه سری خطوط روی زمین بکشم. با دستای لرزون خطوط رو کشیدم. انگار اون خطوط داشتن میسوختن. بوی گوشت سوخته به بوی دود و خون اضافه شد. تهوع آور بود. قاروه خودش رو نشون داد. یه موجود تیره و بیشکل که از سایه ها تشکیل شده بود. چشماش مثل 2 حفره خالی، تاریک و عمیق بودن. داشت به سمت من حرکت میکرد. سردی وجودش رو حس کردم. قصوره بهم گفت باید با خنجر به سمتش حمله کنم و در حین حمله یه طلسم خاص رو بخونم. با تمام ترسی که داشتم به سمتش خیز برداشتم. خنجر نقره‌ای رو توی دستم فشار دادم و شروع کردم به خوندن اون طلسم. صدای جیغ قاروه زیر زمین رو پر کرد. یه جیغ گوشخراش که انگار از اعماق جهنم می اومد. سایه ها شروع کردن به لرزیدن. موجود داشت عقب نشینی می کرد. انرژی بدنم ته کشیده بود. سرگیجه داشتم. با آخرین توانی که داشتم طلسم رو تموم کردم. قاروه با یه صدای خفه ناپدید شد.
انگار دود شد و رفت هوا. بعد از اون زیرزمین آروم شد. بوی دود و خون کمتر شد. روح مقتولم انگار آزاد شده بود. یه آرامش عجیبی توی فضا پیچید. افتادم رو زمین و نفس می‌زدم. قصوره بهم گفت کار خوبی کردی، ولی یادت باشه هر چیزی بهایی داره. این یه مبارزه بزرگ بود. چیزای زیادی ازت گرفت. از اون شب به بعد بوی دود و خون از اون خونه رفت. صدای جیغ و ناله هم قطع شد. خانواده دوباره تونستن توی آرامش زندگی کنن. ولی من دیگه اون محسن سابق نبودم. اون مبارزه یه چیزی رو از وجودم کنده بود که هیچ وقت دیگه بر نگشت. شبها قصوره کمتر به خوابم میاد و انگشترم کمتر بهم انرژی میده. هر بار که بهش دست میزنم یاد اون مبارزه میفتم، یاد بوی دود و خون، و میدونم که هنوز هم بهای اون قدرت رو دارم پرداخت میکنم. و قصوره هر چقدر هم که کمک کنه یه روزی تمام وجود منو تکمیل میکنه. ولی به چه قیمتی؟